در مراسم افتتاحی نمایش جشنی به استقبال 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان فیض استقلال، دیرکتور آثارخانه ملی ظفرشاه ابراهیمزاده ابراز نمود که استقلال تاجیکستان معنای صاحب اختیاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را دارد. این دستاورد تاریخی امکان داد که ملت زبان، فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های ملی را رشد دهد. گفته شد که محض استقلالیت دولتی شرایط فراهم آورد تا رسامان با استفاده از اصول‌های جریان‌های پست مدرنیستی و آوانگاردی واسطه‌های نو را استفاده نمایند. همچنین با وجود آمدن سمت‌ها، ژانرها و تکنیک، تصورات عاید به مندرجه و شکل اثرها تغییر یافتند. فضای نوی بدیعی ایجاد شد. محیط آزاد و فضای دوران استقلال امکانیت فراهم آورد تا که رسامان با سبک و اسلوب خاص معرفی‌گر تاریخ و فرهنگ و عنعنه‌های تاجیکانه باشند. باید گفت که مقصد و هدف اساسی برگزاری نمایش امروزه این پیش از همه جمع آوری و حفظ و نگهداری اثرهای صنعت تصویری رسامان جوان و همزمان معرفی شایسته آنها به قشرهای گوناگون جامعه می باشد. در نمایش فیض استقلال از فوند طلایی آثارخانه ملی 26 آثار صنعتی تصویری و عملی به مانند مصوره‌ها، کنده‌کاری، نمونه لباس‌های ملی زمانوی کندال پیشنهاد تماشابینان گردانیده شده است. مورد ذکر است که آثار به نمایش برآورده شده محصول دستان هنرمندان جوانی دوره استقلال تاجیکستان میباشد. آفریده‌های مصوران تاجیک شکوه فرهنگ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را افاده می‌نمایند. دوستداران صنعت و هنر می‌توانند تا 15 سپتامبر در آثارخانه ملی نمایش فیض استقلال را تماشا کنند.